الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوره ضحی مکی است، در مکه نازل شده است، دارای 11 آیت است. سبب نزول سوره ضحی همین است که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبریش مبعوث شد و اعلان کرد که من پیامبر هستم، مشرکای مکه به یهودیای مدینه خبر فرستادند که آیا وقتی فرود آمدن پیامبر آخر زمان رسیده است که در اینجا یک شخص در مکه به نام محمد صلی الله علیه و سلم دعوای نبوت و پیغمبری دارد؟ یهودیای مدینه گفتند آره، وقتی رسیده است که فرود آید، یعنی بعثت پیامبر آخر زمان وقتش رسیدگی است، اما اگر او دعوای پیامبری دارد برای او 3 سوال کنید. اگر 2 سوال او را جواب داد و یکی او را جواب نداد، یقینا که او پیغمبر است. یعنی که سوال کنید از اصحاب کهف و از ذوالقرنین و از روح. اگر این 2 اول را جواب داد و این روح را جواب نداد، یقینا که او پیغمبر است. با وجود همین او را پیش ما فرستانید تا که ما اثبات کنیم او دروغ میگوید یا راست. پس مشرکان مکه آمدند و از پیامبر همین 3 سوال کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که فردا من شما را جواب میگویم و ان شاء الله از زبانش لغزید و فراموش کرد. سببش همین بود که حضرت جبرائیل علیه السلام 40 روز دیگه وحی نآورد، یعنی که به سوی پیامبر نآمد و مشرکان مکه همش دیگه یعنی که لب به تعنک شدن، گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند مبعوث کرد، با پشیمان شد، یعنی که ترکش کرد، دشمن داشت و بعد دید گفته طعنه‌ها زیاد کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر بسیار غمگین شد، حتی که 3 روز میگن نماز شب برخواسته نتوانست. بعد از همین حضرت جبرائیل علیه السلام بعدی 40 روز آمد و یک باره همه سوره امی و ضحی را القا کرد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. در اون حالت تا همون وقت سوره ها یعنی قطعه یعنی که آیت می اومدن و همین سوره ضحی همش یک باره القا شد بر، یعنی که جواب سخن همون کافرها را خداوند مشرکا را جواب داد که والضحى واللیل اذا سجى، قسم به ضحی. ضحی در تفسیر میگوید که ضحی وقتی همون چاش خورد، یعنی که هم وقتی نماز اشراق است. به خاطر که در همین وقتی نماز اشراق خداوند جل جلاله با حضرت موسی علی نبینا علیه السلام سخن گفته بود و سحره فرعون هم یعنی ساحرای فرعون خدا را همون وقت سجده کرده بودند. به همین خاطر چیزی که نزد پروردگار احترام داره، پروردگار به همون چیز قسم میخوره. قسم به چاشت یعنی قسم به ابتدای روز و اینجا یک معنای دیگر هم داره که یعنی که وقت و زمان و همین چیزا غنیمت هستند. خداوند به احترام همین چیزا قسم خورد که قسم به ضحی به چاشت یعنی ابتدای روز و قسم به شب وقتی که فرود میگیره، یعنی وقتی که شب همه اشیا را فرو میگیره، قسم به همین 2 چیز. جواب قسم همین که ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند را ترک نکرد و تو را دشمن نداشت، یعنی که برزیدی سخنی همون مشرکا که طعنه میکردن. او خداوند را دشمن نداشت و خداوند را بد ندید. بنابر مصلحتی که بعضی وقت ناومد حضرت جبرائیل معنایی را ندارن که دائمی دیگه ترک کرده باشه، یا وقتی که روز شب میشه معنایی را نداره که باز دیگر روز نشود.
و همین خاطر از پی هر یک مشکلی با آسانی ها هم هست. و الضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى. وقتی بسیار پیامبر صلی الله علیه و سلم آزار میدادن، خداوند گفت که وللآخرة خیر لك من الاولى، یعنی که دنیای آخرت، یعنی که آخرت کجا بهشت جنت و دیگر نعمت ها بهتر است از اینه که در تر عذاب میتین، آزار میتین. یعنی که او دنیا بهترش همیه که یعنی که نعمت های بزرگی خداوند بهشت و قصرها و حورها و قصورها و در اوجا با نعمت های گوناگون و مقام محمودی که خداوند پیامبر صلی الله علیه و داده است که میپرسن حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام که آیا تو هم ایامو دهشت روز قیامت میترسی؟ میگه بله میترسم. پس میگم که آخه تو خلیل خداوند هستی. میگه در اون روز، در اون دهشت قیامت، میگه خلیلی هم از یادت میره دیگه. میگه اونجا خلیلی هم در خاطرت نمیمونه. و حضرت موسی علی نبینا علیه السلام یعنی از هارون پرسیده نمیتونه، حضرت عیسی از مریم مادرش پرسیده نمیتونه، حضرت ابراهیم اسماعیل فرزندش پرسیده میکنه که دهشت قیامت بسیار وزین است. و تنها در اون روز همه پیغمبرا و ملائکه مقرب همه نفسی جانهای خودش و میگن پروردگار نجات بدی. فقط یگانه ثابت میمونه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر خیلی که رحمت للعالمین است، در اونجا پروای نفس خودش نداره. امتی گفته در اون روز، یعنی که در غم امت است. ثابت قدم پیامبر صلی الله علیه و سلم است که یعنی که شفاعت هم این پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا اجازه داره. خب ولا سوف یعطیک ربک فترضی. در دوامش میگه خداوند که وزود است که ای محمد صلی الله علیه و سلم خداوند تو نعمت های میته در جنت و جامعه شفاعت در تن میپوشونه که تو امتی گناهگار تا شفاعت میکنی. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین اصحاب نشسته بود، فرمود که اذن لا ارضى و واحد من امتی فی النار. این هنگام وقتی که خداوند اگر من یعنی که شفاعت اجازت بتیه تا وقتی که یک امتی گناهگاری من در دوزخ است، من از خدا راضی نمیشم تا که همون را آزاد کنه از دوزخ. گفته از همین آیت بسیار یعنی که برای ما و شما خرسندی و خوشحالی زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اذن لا ارضى، هرگز من راضی نمیشم تا که یک امتی گناهگاری من تا هم وقت هرچی باشد در دوزخ باشم، من راضی نمیشم. ولا سوف یعطیک ربک فترضی. و زود است که خداوند تو را نعمت‌های میتیه که تو راضی میشوی از پروردگار. ولا سوف یعطیک ربک الم یجدک یتیما فآوی. ای محمد صلی الله علیه و سلم آیا تو را یتیم نیافتیم پس تو را جای دادیم. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 6 ماهگی در بطن مادر بود که پدرش عبدالله در راه تجارت شام وفات کرد، از پدر محروم شد و در حالت 6 سالگی بود که از مادرش آمینه محروم شد و در حالت 8 سالگی بود، در سن 8 سالگی بود که از ابو مطلب باباش یتیم ماند. پس تا سن 49 سالگیش در تربیه ابو طالب عمکیش بود که تا همون وقت میگه یک لحظه غافل نماند از پیامبر صلی الله علیه و بسیار خدمت‌های یعنی که خدمت‌های زیادی برای پیغمبر و دین پیامبر کرده بود. الم یجدک یتیما فآوی، یعنی که پیغمبر برای چی گرزد کرد که یتیم ها را، یعنی یتیم بودی تو جا دادیم، بنابر همین یتیم ها را احترام داشته باش. و پیامبر صلی الله علیه و حدیث شده که انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه، من و کفالت دهنده یعنی کفالت کننده یتیم یعنی سرپرست یتیم مانند همین دو انگشت یعنی انگشتی سیبابا و استا برابر در جنت هستیم. و علم یتیما فآوی و وجدک ضالا فهدی، و یافتیم تو را گم کرده یعنی که با حکمت وحی و پیامبری ترا یعنی که چیکار کردیم راه نشان دادیم. اما الیتیم فلا تقهر السائل فلا تنهر و اما السائل فلا تنهر و اما السائل یعنی کسی که تنگ دست است پیش می فلا تنهر و زجر و سیاست نکنه. بعضیا مثلا هم گپی گندش میگن هم هیچ هم نمیتونن. با همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و میگه که هر کسی که پیش شما سوال کرد یا سخن خوب قطرت نه یا یگان چی بتیش چنین قدرت چی.
و اما بنعمت ربک فحدث، و اما به نعمتهای پروردگار یعنی که سخن گفته باشه، یعنی که سخن بازگو کنید. یعنی خداوند وقتی که نعمتی زیادی برای تو میتیه در مردم بازگو کردنی، نه به خاطر یعنی فخر مباهات برای کبر، بلکه به خاطر یک نوع شکرگزاری است.